میخوام فهمم که در حق والدین کدام نمود صدقه بکنم و کدام نمود صدقه بهتر است. خب در حق پدر و مادر صدقات کردن، دعا کردن، ختم قرآن کردن، همه این ثوابش به روح میت میرسد. در عقیده ما و شما اهل سنت و الجماعت خصوصا حنفی ها هست که و دعاء الاحیاء للاموات، دعای مرده ها برای زنده ها، و صدقاتهم و صدقات زنده ها برای مرده ها نفع لهم، فایده به او مرده میرسد. یعنی در حق مرده دعا میکنی، نماز نفل میخوانی، تلاوت قرآن میکنی، خیر صدقات میکنی، فایده او انشاءالله که به روح میت میرسد. خب اما طریق صدقه، البته که صدقه هایی که امروز میکنن، البته این به همه معلوم است که اگر به نیتی باشه که میگن این همسایه هم میگه که این نکرد در حق پدر و مادرش، یا که مثلا به نیت نشان دادن ریاکاری باشه ثواب نداره، یا کم بغل باشه که دست خودش نمیرسه زن فرزندش خوبتر بخورانه بپشونه، تعلیم دختر و بچه شکنه، او قرض کرده خیر صدقات میکنه، این خیر صدقات قبول نیست، به دربار خدا این قبول نیست. از او خیر صدقه که قرض میکنی در حق پدر و مادرت میکنی، او پول جمع کن، دختر تا به سطر حجاب کن، انا ثواب در نزد خدا. دختر تا به سطر حجاب کن، زن تا نماز خوان کن به سطر حجاب کن، این فرض است، امر خدا هستی، او فرض نیستن، اون نفله بکنی ثواب نکنی چی گپینی. یا بچه تا نماز خوان که تعلیم قرآنش به او بکن، این ثواب است، این امر هستی. صدقه را هیچ کس منع نمیکنه در اسلام. خدا از مانعان خیر بیزار، او کسی که صدقه را منع میکنه خدا از رنگ او بیزار است. خدا از مانعان خیر بیزار کند، او مانعان خیر در نار، منع کننده های خیر صدقه را خدا آتش دوزخ جوش میکنه. البته که کردن شرط هستی، پدر مادر 18 سال تربیتت میکنه، این مادر شبهای دراز الله میگن میخراند، میپشوند، پشاکات میشوه، قاقت میکنه، این قدر شب زنده داری ها، خواب شیریش ترک میکنه، دستش در آب خنک میزنه. البته که در حد تو یک گاو بزرگ گوسفند کشتی ختم قرآن کردی حتما بکنی، رنگی به صاحب واری ارواح در بدر کیم که جای مچید نگرده، بلکه از همون فرزنداش خشنود باشه. خب نمودهای صدقه، البته که صدقه جاریه که نه، این افضلتر بهتر است. صدقه جاریه یک خیش در همین مسجد بیاره بمونه به نیت ارواح پدر مادرش یا به نیت جانی خودش، یک خیش تنها، تا زمانی که چند عصر این مسجد بنا است خلق نماز میخونه، ثواب برای پدر مادری طرفتن میگیره. تا زمانی که همین مسجد بنا هست، این صدقه جاریه هست. یا آب میکشه به یک محله را میبره، مثلا ودا پراود میکشه یا گاز میکشه یا سوید میکشه، تا زمانی که از او استفاده میکنن ثواب با او بنده رسیدن. اگر چندی بنده بمبرم 100 سال او را استفاده کنن، 100 سال به روح او رفته رسیده است. حاجی سفر مرحوم مسجد چرمگه را بنا کرد، یک عصر زیاد شد که دعا در حقش رفته است. یا دیگر البته ثروتمندهای خداداد هستند که در راه خدا صرف میکنن، صدقه جاریه میکنن، البته این بهتر است. یا اینکه مثلا همون خیر صدقه در حق پدر مادر فقط همین نیست که همین خدایی کنی و همین توقع در نون بیاری مردم بخرنی، در حق پدر مادر بخیر 20 قرآن بر در یک مسجد 20 قرآن بیار بتیده، 20 طالب علم بگیرن بخونن، تا زمانی که او قرآن یک کس کشاده میکنه و میخونه، ثواب برای پدر مادری ترسیده. یا یک طالب علم سر پیشاک بکن، امروزه از همه در مصرفترین مصرف طالب علم ها هستند که هیچ کس به او بیچاره یاردم نمیتن. یک کتابی در مفتیات میره، همین فتواهای میگیری در همونجا میخونی، $100 $150 یا 200 $300 سومونه. او طالب علم اکجا میاره قدر میخره. همین ما از کجا میاریم $100 در فتوا رو میخریم؟ همین ما هم جوان مردا رو میگیم مینویسیم، بیچاره میره میخره میگیره میاره که ثواب به ما برسه، ما استفاده میکنیم. این همین صدقه جاریه است. تا زمانی که کتاب ما استفاده میکنیم،
او ثوابش با او صاحب پول رسیدن میگیرد. خب در حق پدر و مادر البته که خیر صدقات ختم قرآن هر چیزی که میکنین خوب است بکنین.